همین برای خیر رمضان در بزرگی صدقه خیر سلامتیم خوب باشه من میگیرم. نه که اوزی ما هم دوله نیم هم کسل قند. برایم گر تستش نمیشم. برای همون گرفتن نمیتونم اوزی. سلامتیم خوب بود گر میگرفتم. خب شما از کدام کارهای پرهیز میکنید؟ امی یک آدم با یک آدم جنگ دوختن، یک کس غیبت کردن، یک کس دروغ گفتن که فریب کردن، این ای کارو پرهیز میکنم بچم. که روزه گرفتن نتوانستم، البته از بسیارتر نیکی میکنم، یگان خیر میکنم، یا اینکه حق روزم رو به یگان نفر محتاج نیازمند میدیم البته. ولی من روزه میگیرم، سالم هستم، شکر روزه میگیرم. در وقت روزه گرفتنم از دروغگویی، غیبت، کارهای بد و میکنم، پرهیز میکنم. خوردن و نوشیدنش حالی نمیدونم. شما مثلا طرز لباس پوشیتون هم دیگر میکنید؟ طرز لباس پوشی من دیگر نمیکنم، برای اینکه مهم است که آدم دلش پاک باشد و نیتش صاف. برای روزه گرفتن مهم نیست که در کوچه مثلا رومو بندیم یا یگان طرز لباس پوشی عوض کنیم. روزه نگیریم خدا باشد از کتاب میخونیم، یگان مقوله میخونیم، خداوند یاد میکنیم. ماه شریف رمضان ماه مبارک است. در این ماه ما باید دهانمون تازه باشد، سخن نیک داشته باشیم با مردم. و اگر من گیرم اولش اینکه خداوند خودش قوتیت، این منه بسیاری شخصا روزه میگیرن و میگن که فکر میکنن که روزه رو برای کس گرفتن در کار، در هر که میگوین که من روزه دار هستم. روزه رو گرفتن این برای خودت است، نه اینکه در هر کس مثال خود نمایشی کنی که روزه میگیرم یا اینکه نه، هر کس گیرد برای خودش میگیرد.